که این چیز اگر اثبات شود در دین اونها، تمام یعنی که بسیار اصولی که اونها در اون مثلا چه کردن بینا افتاد است که فرقه اصولا مثلا فرو میپوشن، برای مجبوره که ازدواج انکار کنه. کلثوم دختر علی که از فاطمه بود، عمر ابن الخطاب ازدواج کرد از جند نجران، یک رو فرا خوند پیش خودش، اون رو گفت که مکلف کرد به شکل کلثوم دارد و با عمر ازدواج کنه. این فقط برای خاطر چی همه از همین چیز همین مسئله گرفت. لجوجایی که بوره در اطراف همین از دخترای پیامبر صحبت میکرد، انکار میکرد که کلثوم و رقیه دختر پیامبر باشه یا زینب دختر پیامبر باشه. میگفت فقط پیامبر یا دختر. بعضی مثلا علماءشون میگن که این ازدواج متواتر است در نزد اونها، هم در نظر اهل سنت شک نیست. مثلا ببینید که در قاموس الرجال توستری ببینید چه جمله زیبا داره، میگه که قلت لم ينكره محقق فاخبارنا به متواتره في نکاحها. یعنی درباره متواتر بودن این ازدواج شک نیست. بعضی اونها هم بعضی علماءشون گفتن که فاخبارنا به متواتره في نکاحها. خیلی صاحب کتاب قاموس الرجال توستری آورد ازدواج عمر ابن الخطاب با صدیقه الکبرى کلثوم سلام الله علیها از حادثه های واقعه های تاریخی مسلم به هست. در حضرت عمر گفت میگه که او رو ازدواج کنن، یعنی که عمر رو ازدواج کنن امیرالمومنین به دخترش کلثوم که دختری فاطمه صدیقه رضی الله تعالی عنها دختر پیامبر صلی الله علیه و است. و از اون فرزند ابن زید و رقیه از دخترای علی میگه سید کلثوم بود، میگه به همین لقب. لیکن کلثوم کبرى یعنی که کلثوم بزرگ، یعنی که کلثوم کنانش این همونی است که كانت متزوجه بالخلیفه الثانی، همونی که با خلیفه دوم ازدواج کرد و مادرش فاطمه سلام الله علیها. رو دعوا دارن که کلثوم بنت ابوبکر دختر اسماء بنت امیس است که بعد از وفات ابوبکر اسماء رو علی میگه. اما این کلثوم دختر ابوبکر مادرش حبیبه بنت خارجه خزرجی است، نه اسماء بنت امیس. کلثومی که از ابوبکر زایده شده است، سال 13 تولد شده است. سال چند؟ 13. در حالی که عمر با کلثوم نام دختر این دقیق است سال 17 هجری ازدواج کرده است. مگر با دختر 4 ساله ازدواج میکنه؟ امکان نداره. از دختر 4 ساله زید و رقیه نام فرزند آوردن ممکن است؟ امکان نداره. چون فکتی که هیچ کی انکار کرده نمیتونه این است که این دختره یعنی کلثوم دختر ابوبکر طلحه ابن عبیدالله گرفته که از 10 یاری بهشتی، از اون 3 بچه داشت، بنو محمد، عایشه و زکریا. استاد درست است که عمر ابن خطاب داماد علی ابن ابوطالب بود. آیا همین خیلی روایت هست؟ بسم الله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بله برادر عزیز، در نزد اهل سنت و جماعت یگان شبهه نیست که ازدواج بین عمر ابن الخطاب امیرالمؤمنین و دختر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب واقع شده است. هیچ جای اختلافی نیست. چرا؟ مثلا این وقتی که پیش از اون که همین ازدواج مثلا در اطرافش صحبت کنیم، ببینید که ازدواج این یک نهال شناندن است. وقتی انسان نهال شناندن شد، حتما جای چی میکوبد؟ زمینی خوب میکرد که نهال خودش اونجا کنه. چه که از عثمان بن ابی العاص دیگه است. یا مثلا شما برای فرزندای خودتون مربی مثلا میکوبید که یک مربی باشه که تواند که همه تربیت کنه. برای که مربی خوب باشه باید از عائله اهل صلاح باشه. یعنی البته انسان وقتی ازدواج کرده میشد همه زن رو میکوبد. چون برای وقتی دادنی هم شد، داماد گرفتن شد، حتما همه دامادا رو میکوبد که برای آینده مثلا فرزندش چی باشد. از عمر بن الخطاب پرسیدن که حق فرزند بالی پدر چی است؟ عمر بن الخطاب گفتن که حق اولش این است که باید برای مادر انتخاب کنه. مادر انتخاب، یعنی ازدواج چه تصادفی نیست که انسان رو نمیخواد، بلکه برای فرزندش، برای یعنی که نهال دلش باید که مادر انتخاب کنه. بعد از اون نام نیک انتخاب کنه، بعد از اون قرآن تعلیم تیار میکنه. یعنی همین 3 نکته رو تاکید میکنه. بنابراین که هیچگاه یگان ازدواج تصادفی نیست. هیچ کس نمیخواد که با یک عائله رفت آمد داشته که با عائله رذل باشد، عائله بد باشد، عائله بی آداب باشد، بی اخلاق باشد، نتواند فرزند چه تربیت کنه. بنابراین وقتی انسانو برای پسراشون دختر میکنن، حتما یک عائله رو میکنن که عائله چی باشه. این چه وقتی دخترم طرفش برای داماد دادنش، یک وقت دخترش برای شخصی تصادفی نمیشه. یعنی میآموزد بپرسد تا جای مثلا خودمون تاجیکا وقتی اومد پدرش و باباش و تقاش و عمش هم میپرسن، این طرف هم میخیل است. یعنی که برای اینکه ازدواج واقع شد. بنابراین این یک عقدی چی است؟ عقدی است که بین دو عائله میشود و هر دو طرف هم حرکت میکنن برای انسان نیک، برای انسان صالح اهل صلاح دیگه که یک نوسه خوبی از اون بگیرن. اما از طرف دیگر باشد برادر، میبینیم که طرف مقابل مثلا از اثنا عشری ها تقریبا 3 دسته شده. یک دسته میاد میگه که ازدواج واقع شده است، مثل کلینی در کتاب اصول کافیش میارد، و لکن اینا میگن که واقع شده است، لیکن میگه که به زوری شده باشد. عمر که به زوری دختر علی رو گرفته باشد. این رأی اونا است. دوم گروهش میگه که اصلا این چیز نبود، میگم مثل مفید و آقا بزرگ تهرانی و اینا. سوم گروه برای باز خشونت‌تر تاب دادن میگن که
بله با کلثوم نام دختر عمر زن مقصد ازدواج کرده، لیکن کلثوم دختر ابوبکر است. برای گریختن است. بعض شما گفتن که بله واقع شد. اینا که از جمله میشه هم گروه اول الحاق کرد، میگن که بله ازدواج شد، لیکن علی میگن یک یعنی جن ماده رو به شکلی همین دخترش در با عمر ازدواج کنه. میگن این فقط برای خاطرش یه لجاجت برای اینکار همین چیز. بعض دیگراشون اومدن نبینده برای خاطر چون که این چیز اگر اثبات شود در دین اونو، یعنی تمام یعنی که بسیار اصولی که اونها در اون مثلا چی کردن بینا افتاده است که اون فرقه اصولا مثلا فرو میپاشونن، برای مجبورن که ازدواج انکار کنن. بعد که دیگه شما گفت که درست است ازدواج شد، لیکن پیش از اون که عمر با دخول کند عمر وفات کرد. میگه اینا میگن نموده چی هست، یعنی که مثلا رو که تاب دادن این طرف بردن است. در حالی که مثلا در کتاب‌های اونو می‌بینیم این چیزا، مثلا در کتاب مناقب آل ابی طالب اومده است که میگه که درباره وقت فرزندای علی گام بزنه، میگه فصل فی ازواجه و اولاده و اقربائه و خدامه، یعنی که در این کتاب درباره فصل درباره زنهای علی، فرزندای علی، نزدیکان علی و خادمان علی صحبت میکنه. میگه که اولاده 25 یعنی که 25 فرزند داشت. میگه علی خیلی شیخ مفید در ارشاد آورده است. میگه بعد میگه و زینب الکبرى و ام کلثوم الکبرى تزوجها عمر، یعنی صاحب کتاب مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب میگه که ام کلثوم دختر علی که از فاطمه بود عمر ابن الخطاب ازدواج کرده است. بعد از اون میبینیم که در کتاب الوافی صاحب کتاب الوافی هم برادر میگه که مذهبی، یعنی که رویش مذهب ما این است که این بنتای فاطمه علیه السلام معصومتان یشملهما آیت التطهیر، یعنی میگه که من مذهبم این است که دو دختر فاطمه یعنی که زینب و ام کلثوم همون آیت تطهیری که میگن که آیتی که با اون استدلال میکنن که اهل بیت معصومان، هر دو اینا معصوم است. میگه یعنی معلوم میشه که حضرت عمر یک دختری چرا گرفتن؟ معصومه رو گرفتن، یعنی که بیگناه رو طبق این مؤلف. اما مسئله جنی باشد، یعنی که جنیه رو به شکلی چی درآورده باشد، این از نعمت الله جزایری صاحب انوار النمونیه که یکی از متعصب ترین عالم اونها هست، میگه که چرا جن رو به شکلی کی درآورد؟ به شکلی دختر درآورد و دختر بعد به وای داد. لیکن اینجا البته سوالای زیاد پیدا میشه. خب می‌بینید که یک انسان گم شدنش کار آسان نیست، یعنی که به جای جن و مادام که جن باشد، ام کلثوم مثلا دوام این چند سالی که عمر با ازدواج کرد کجا بود؟ یعنی که این دختر وقت مادام که جنی به شکل و تشکلی افته باشه، علی کجا پنهان کرد؟ مثلا اهل بیتش مثلا خبر نداشتن خشته باره. یعنی که سوالای زیاد چی میکنه ایجاد میکنه این چیز. مجلسی هم در بحار الانوارش آورده است مسئله رو که در جلد 42 صفحه 88 میگه که از جن نجران یکی رو فرا خوند پیش خودش، او رو گفت که مکلف کرد به شکل ام کلثوم دارد و به عمر ازدواج کنه. این فقط برای خاطر چی از همین چیز همین مسئله گرفتن دیگه هیچ نه، یک وای نداره. خب یعنی که این یا نمودی در حقیقت در بعضی اونها مثلا چون که بعضی منصفاشون قبول کردن این مسئله اشکالی ندارم، مثلا خیلی ازدواج کرده است، یعنی که اینا یک لجاجت دارن، یعنی که یکی از این لجوجایی که بوره در اطراف از دخترای پیامبر صحبت میکرد این کار میکرد که ام کلثوم و رقیه دختر پیامبر باشه یا زینب دختر پیامبر باشه. میگه فقط پیامبر یا دختر داره. یعنی گفتم یک چیز یاد اومد برادر، یک حاجی‌های ایران، یکی از حاجی‌ها مثلا این یک برادر شناس نکر ایرانی است، میگه که اونو خیلی چی دارن روحانی کاروان دارن، وقتی کاروان اون حاجی میره هر یکش روحانی خودش داره. بعد اونو خیلی میگفتن که شما وقتی میروید با وهابی‌ها کاردار نشید، یعنی که سنی ها با اونو کاردار نشید، با اونو بحث مناظره نکنید اینو. و یک شب هر شب میگه صحبت میشد، یک اومد گفت که حاجی آقا این سنی ها دعوا دارن که دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم باز مثلا غیر فاطمه باز ام کلثوم و رقیه و اینا هم بوده و خیلی. بعد این حاجی ها میگه که نه اصلا چنین چیزی نیست، میگه خیلی چون نیست، اگر باشد هم میگه اونها کم اهمیتن، چون که پیامبر دربارش یگان صحبت نکردن، یگان حدیث نگفتن، اونا اونقدر اعتبار ندارن. باز اون تاکید میکنه که با اونا اصلا اینقدر رفت آمد نکنه و فکرت زهرالود نشه. یعنی خیلی چیزی خنده‌آور بود. تو همون آدمی که اینکه به ناخر میگه که من میگه خیلی متاثر شدم بعد همین چیز میگه من وادار کرد که با گفتگو گذارم. بعد دیگه این از شیعه های موحد هست.
از اون خرافات ها خیلی دور شده است. اما بعضی مثلا علماشون میگن که این ازدواج متواتر است در نزد اونها هم، در نزد اهل سنت شک نیست. مثلا ببینید که در قاموس الرجال توستری ببینید چه جمله زیبا داره، میگه که قلت لم ينكره محقق فاخبارنا به متواتره في نکاحها. یعنی درباره متواتر بودن این ازدواج هیچ شکی نیست. در لحاظ اونها هم بعضی علماشون گفتن که فاخبارنا به متواتره في نکاحها. خیلی صاحب کتاب قاموس الرجال توستری آورده است که اخبار ما این است که این ازدواج متواتر است، نه انکار کرده نمیشه. یا صاحب کتاب لله وللحقیقه به نام الشیخ آل محسن علی آل محسن میگه که و اما اذا قلنا بوقوع هذا الزواج، اگر گوییم که همین ازدواج واقع شد، بعد میگه که كما هو الصحيح في رأينا، یعنی اونچنان که این چیز صحیح است برای ما و به نظر ما این چیز حقانی درست است، صحیح است و این ازدواج واقع شده است. این که در کتاب معرفت الامام صاحب کتاب به نام شخص به نام سید محمد تهرانی است، میگه که ازدواج عمر ابن الخطاب خب با صدیقه الکبرى کلثوم سلام الله علیها از حادثه های واقعه های تاریخی مسلمون بهی هست، یعنی همه تسلیم میشن، همه اعتراف دارن که این ازدواج واقع شده است. چرا مگه شیعه ها با این چیز انکار میکنن؟ اینم حیران میشه خود وجودی که خودش شیعه است. مثلا یا کتاب تثبیت دلائل النبوه در اونجا میگه که و زوجه امیر المؤمنین علی ابنته کلثوم. در حضرت عمر گفت میگه که او رو ازدواج کنند، یعنی که عمر رو ازدواج کنند امیر المؤمنین به دخترش کلثوم که دختری فاطمه صدیقه رضی الله تعالی عنها دختری پیامبر صلی الله علیه و سلم است و از اون فرزند ابن زید و رقیه تولد کرد. یعنی نه تنها چی است ازدواج، بلکه از اون فرزندم به دنیا اومد از بنو علی زید و رقیه. یعنی که خیلی دلیل بسیار است برادر. اینکه در کتاب الاصیلی فی انساب الطالبین میگه که و کلثوم امها فاطمه الزهرا تزوجها عمر. کلثوم که دختر فاطمه زهرا از عمر تولد کرد و از او زید نام پسری به دنیا آمد. خب یعنی که من برای چی گفتم این مفصل میاریم، برای اینکه بعضی برامده این انکار کردن شدن در کتاب‌های قوم این چیز یعنی که ثابت است. یعنی که در کتاب اعیان الشیعه محسن الامین میگه که کلثوم الکبرى بنت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب زوجة عمر بن الخطاب. یعنی که در جای دیگه میگه کلثوم الکبرى زوجة عون بن جعفر ای التي تزوجها عون هي التي كانت زوجة عمر. بینه میگه که بعد از وفات عمر با عون ابن عون ابن جعفر، یعنی که با بچه خودش برآمد این دختر بعد وفات عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه. یا در کتاب تراثنا اینچون همین چیز میآید. اینا میگه که و من تسمى بام کلثوم بناتی ثلاث کلثوم الکبرى، یعنی که میگه از دخترای علی میگه سه کلثوم بود میگه به همین لقب، لیکن کلثوم کبرا یعنی که کلثوم بزرگ یعنی که کلثوم کلانش این همونی است که كانت متزوجه بالخلیفه الثانی، همونی که با خلیفه دوم ازدواج کرد و مادرش فاطمه سلام الله علیها بود. خب اونهایی که میگویند که این دختری ابوبکر است، در این مورد شما چی میگویید؟ یعنی ببینید برادر، ما فقط میگیم که تاریخ اعتماد به حجت دارد، احساسات محبت این خیلی چیزا کار پیش نمیبره در تاریخ. کلثوم دختر ابوبکر یکمش که از اسما بنت امیس نیست. اونو دعوا دارن که کلثوم بنت ابوبکر دختر اسما بنت امیس است که بعد از وفات ابوبکر اسما را علی میگیره. وقتی اسما خانه علی میرود همراهش کودکی 2 ساله داشت ابوبکر، یعنی که 2 ساله یا اینکه 1 ساله داشت به نام محمد ابن ابوبکر. لیکن اسما جز محمد ابن ابوبکر دیگه فرزند نداره. اما این کلثوم دختر ابوبکر مادرش حبیبه بنت خارجه خزرجی است، نه اسما بنت امیس. در حالی که اونا چی میکنن میگن که این اسما بنت امیس بود. ببینید چه خیلی مسئله را با هم آمیخته کردن، یعنی که متعمدن، یعنی چی میگن نمیشه رحکم زنونی است. خب میگه که مغالطه به اصطلاح میگن درست است علی اسما زنی ابوبکر گرفت که همراهش محمد و کلثوم نام دختر آمد خانه علی. اما کلثومی که از زن از قفاش آورد از ابوبکر همون گرفت به عمر داد. میگه برای خاطر چی دختر فاطمه دادنش انکار کنن تهمت به کی کردن؟ تهمت به اسما بنت امیس که گویا که یک دختری از ابوبکر داشت غیر، در حالی که این دختر کلثوم دختر ابوبکر مادرش حبیبه بنت چی خارجه خزرجی هست. یک است. خب دومش ابوبکر
فوتید و کلثوم زایده شد مثلا، یعنی کلثومی که از ابوبکر زایده شده است سال 13 تولد شده است. سال چند؟ 13. در حالی که عمر با کلثوم نام دختر، این دقیق است، سال 17 هجری ازدواج کرده است. مگر با دختر 4 ساله ازدواج میکنه؟ امکان نداره. از دختر 4 ساله زید و رقیه نام فرزند آوردن ممکن است؟ امکان نداره. برای چی کلثوم دختر علی میگیم دختر فاطمه؟ برای اینکه او دختر فاطمه سال 7 هجری تولد شده است. 6 یا 7 اختلاف است. 6 باشه 11 ساله بود مثلا. دو فکت مهم در برای هم دختر ابوبکر است که یکیش این دختر بعد وفات پدرش تولد شده است. خیلی ابن حجر میگن که حبیبه بنت خارجه بنت زید او بنت زید ابن خارجه الخزرجیه زن ابوبکر مادر کلثوم اون کلثومی که ابوبکر وفات کرد در حالی که زنش حامله به اون دختر بود. ابن حجر یعنی بزرگترین شخصیت در شناخت مثلا کتاب داره درباره صحابه و درباره مثلا رجال حدیث میگه که مرد در علم است، ابرمرد است. این چنین ابن الجوزی هم در منتظمش همین آورده است که همین حبیبه بنت خارجه زید بعد وفات ابوبکر کلثوم تولد کرد. یعنی ابوبکر سال 12 وفات کرد، 12 آخر تراش. این دختر یعنی اولای 13 تولد شده است. یعنی که عقلا امکان ندارد که این دختر ابوبکر چه باشد، دختر کلثوم بنت ابوبکر زن عمر باشه. دوم فکتی که هیچ کی انکار کرده نمیتونه این است که این دختره یعنی همین کلثوم دختر ابوبکر طلحه ابن عبیدالله گرفته که از اون 10 یاری بهشتی، از اون 3 بچه داشت به نام محمد، عایشه و زکریا. این همون دو حجتی که درباره چی وارد. برامون کلثوم باشد با خیلی گفتم در سال 6 هجری به دنیا اومده است و ازدواج با عمر بن الخطاب سال 17 هجری واقع شده است که کلثوم تقریبا 11 ساله یا 11 ساله پیلش می‌نویسم. خیلی برامون اونها هیچ وقت دعوا کردن نمی‌تونن که دختر ابوبکر عمر گرفته است، چون که او دختر 4 ساله بود که در یگان عرف دنیا این چیزی من نشوندم که امروز زن 4 ساله داشته باشه. این چنین شخص به نام ابوالحسن عمری، این عمری من این جالب است. عمری این از فرزندان علی ابن ابی طالب است، لکن از اون فرزندان که غیر از فاطمه و از دیگر زنها شمردگان به نام عمر بود. برای اینا اول میگفتن نامش ابوالحسن عمری میگفتن، کسی که اصلا این فرزند از نواسه های علی ابن ابی طالب است، یعنی که یک مکانتی بزرگ داشت. همین آدم ابوالحسن عمری در کتاب المجدی درباره چی آورده است که میگه که در کتابش خرجت کلثوم بنت علی بن ابی طالب اسمها رقیه، یعنی کلثوم نامش رقیه هست. کلثوم رو میگن که اون کودی که میگه روش خیلی چی میشه، فربهک میشه. برام کلثوم میگفتن بله کودی که مایده عادت نمیخواد، شاید که از عادت بسیارتر فاش بود برام کلثوم میگفتن نامش، لیکن نام اصلیش رقیه هست، دختر علی. بعد میگه که الى عمر بن الخطاب فاولدها زیدان. این کتاب همین کتاب مجدی میگه که چه خیلی در اکران دیده شده، میگه که زید تولد کرد و مات هو و امه فی یوم، او و مادرش در یک روز وفات کردند. زیر دیوار موندگان به اصطلاح خیلی که در شوار دیگه است. خب صاحب کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید میبرد میگه که ابن عمر میگه مکه رفته بود وقتی که اون زمانی که فتنه عثمان بن عفان رضی الله عنه شد و مثلا اونجا مردم شهید اومدند و کشته شدند و اون وقتی عبدالله بن عمر مکه رفتن بعضی اومده حضرت علی گفتن که مکه رفت و میخواد برزیت آدمای شورون و اینا، میگه که فجاءت کلثوم ابنته، کلثوم دخترش یعنی دختر علی نازل علی اومد، فسالته و ضرعت الیه فیه. این ضرعت کلمه تضرع است، توجه زوری کردن. میگه اومد پیش علی درباره پرسید زوری کرد، میگه درباره گفت که امیر المؤمنین انما خرج الى مکه لیقیم بها. ای پدر جان وای پسر عمر رفت اونجا چیکار زندگی کنه و دعوای نه خلافت داره نه چی داره. خب انه لیس بصاحب سلطان، و مقصدش سلطنت و شاهیگری و پادشاهی نیست و مردم که به این چیز دارند مثلا پروا این سر ندارد و از پدرش طلب کرد که شفاعتش درباره پسر عمر قبول کنه. لیکن اینجا نقطه جالب اكون میگه که لانه ابن بعلها، یعنی اون چی که کلثوم دختر علی دختر فاطمه رو وادار کرد که به پسر عمر شفاعت کند این است که پسر عمر چی بود؟ پسر شوهرش بود. پسر شوهری یعنی که کلثوم بود. یعنی اینجا اینو به شکل غیر مستقیم اعتراف داره که چی کلثوم دختر علی زنی که بود
عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه. شارح نهج البلاغه یک چیز جالب رو میاره، میگه که عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه برای شاه روم نامه نوشت. زنش کلثوم وقتی فهمید که عمر برای شاه روم نامه فرستاده، برای شاه روم از زنش هدیه فرستاد، همراهی همون نامه، همون شخصی که نامه رو میبرداشت میرفت. برای زن شاه روم 2 شیشه خوشبویی فرستاد. وقتی که رفت اونجا وای هم داد از نام دختر زن خلیفه، وقتی هدیه برای زنی وای داد، زنی وای هم برای زن خلیفه هدیه داد. خب این اومد نامه بعضی عمر داد و بعد هدیه آورد و بعد یعنی که کلثوم دختر علی داد. حضرت عمر خونه دارم که خونه شتگی است، خیلی یک ملک شده است، بالا هدیه و جواهرات این شده است. بعد گفت این یاگوجو هست. عمر میدونی چه سخت کرد، یاگوجو هست. خبر داد، من گفتم همین کار کردم، من هدیه فرستادم، برای هدیه هم هدیه اومد. بعد من گفت این مسلمانو گفت تو نیک خیر این من مقابل هدیه خودم گرفتم. گفت من چی مسلمانو به این چی دغ دارن یعنی. گفت که بین از عمر گفتم خب پدرت بیاد حکم کند بین من و تو، او این حق تو است یا حق مسلمانو است. یعنی که علی ابن ابی طالب اومد گفت که تو گفت چین همون چند دیناری که همین خوشبویی خریده بودی برای چین همون این جواهر بردار، گفت موندگش از چی از مسلمانو است، چون که اینه گفت چی است همون پشتلیان مسلمانو آورد. یعنی که گیماز وزارت چی گفت وزارت چی از چی میگن نامش وزارت پشت و کمونیکاسیون همون. یعنی چون که وای رفت و اومد و الاف داد از رفت این کار وای کرد برای همون، یعنی که چین پلی دادگیت میگیری موندگش از بیت المال مسلمانو میشه. یعنی خلاص از این چی از این قصه ظاهرا ببینید درباره رمویان، یعنی که آدمو شاید وقتی میخونه شتون چی نمیشه، لیکن وقتی دقت کنید اینجا گفت که کلثوم که از زن عمر است. گفته است که عمر کلثوم بین من و تو پدرت علی باید حکم کند که این اینجا ازدواج واقعش نشه چی میکنه برای ما تاکید میکنه. یعنی اما اون قولایی که در حقیقت گفتن که علی مجبور بود و اینا اون بود، اینا اصلا آوردنش عیب و شرم است. اینجا گفتن ما نمیگیم در اطراف و شاید صحبت نمیکنیم که پای مسخره بازی است، برابر این عیب است که یک شخص مسلمان یک شخص تنومند و پهلوان و بزرگ مثل علی ابن ابی طالب که مثل حیدری کرار است به اصطلاح توانند که دخترش مجبوری گیرن از وی. بنابراین ما اطراف این چیز صحبت نخواهیم کرد برادر عزیز. استاد غیر از آن راههایی که شما اینجا گفته گذاشتید، باز با کدام راهها می شود که همین چیز را اثبات کرد، برای آن که بسیاری ها در این باره شبهه دارند؟ ببینید برادر، ما بارها در نوارو گفتیم، خصوصا نوارهایی که درباره فتنه جنگ جمل و فتنه زمان عثمان بن عفان رضی الله عنه گفتیم که این آیات و این حدیث ها و این خبرهایی که میاد همه اونو چند یک سیستم هستند، منظومه هستند. ما از منظومه یک چیز جدا کردیم این کار کردیم، چون که منظومه یک چیز کشیده برای آلاهیدگی بررسی کردی حتما چه فرو میره بعد چیز. بنابراین باید که در گویم که کنار هم باید این چیزا بررسی شوند. برای من میشد که این چیز غیر از اون که یک روایت خشک و خالی که ها عمر با وی ازدواج کرد کلثوم همین آمده این کار کنه آسان است، نه یک چیز نبود مگه خوش دیوانگی میزنه آدم، درست است. لیکن بود روایتایی هست که از دیگر وجه ها دلالت بر چه میکند ازدواج اونها میکنه. مثلا مسئله مهر کلثوم در کتاب مبسوط فی فقه الامامیه خب آوردگان که میگه که و ان عمر تزوج کلثوم بنت علی فاصدقها 40,000 درهم. ببینید میگه که این لکه خبری که وای خبر بود بسیارتر تاکید میکنه. خب میگه که عمر وقت دختری علی گرفت 40,000 درهم چی داد؟ صداق داد. صداق یعنی مهر، یعنی سوم مهرش هم معلوم است. یعنی این چیز این کار کرده میشه در جهت فهمیدین. این یا واجب دیگرش همون قصه که در کم در پیشتر درباره شرح نهج البلاغه آوردیم که اومد کلثوم از پسر شوهرش دفاع کرد، یعنی پسر اوگای میشد برای وی عمر ابن عمر عبدالله ابن عمر، لیکن اومد نزد پدرش دفاع کرد که وی پروای حکومت نداره، پروای سیاست نداره، مرد سیاسی نیست و این گپو آدم باور نکن. گفت یعنی که شفاعت کرد برای پسر شوهرش. اینا دلالت بر چی میکنه؟ واقعش این ازدواج ممکن خیلی گفتم بیاد که ازدواج نشد از این کار میکنه، این چیکار میکنه؟ این نمود روایت رو که از دیگر وجه از دیگر راه دلالت بر ازدواج عمر با دختر علی میکنه. مثلا ما میبینیم که ازدواج جنازه خواندن در همین که کلثوم و پسرش زید که یک جای مردن چخیلی در بالا گفتیم، امام حسن امام حسین آمدن مثل در جنازه و عبدالله بن عمر و عبدالله بن عباس هم بودن. عبدالله بن عمر امامتی کرد در جنازه چون دادرش هست، یعنی که به اصطلاح اینش زنی پدرش هست، اینش دادرش هست.
و حسن و حسین آمدن همراه جنازه خوندن مثلا که دلله برچی میکرد، یعنی که همون دختر علی بودنش، نه دختر ابوبکر، نه جنی، نه فلان، نه بهمان. یک وجه دیگر قصه عده هست برادر. عده یعنی که وقتی که زن شوهرش میمرد، یعنی که طلاق میشه، زن عده میشنه. ببین در تمام کتاب‌های فقهی اونها مثلا مثل اصول کافی است. خب در کتاب اصول کافی میگه که ان ابی عبدالله علیه السلام، ان امام جعفر صادق قال سألته عن امرأة المتوفى عنها زوجها اتعتد في بيتها او حيث شاء. یعنی امام جعفر صادق پرسیدم که زنی که شوهرش وفات کرد در خانه میگه خودش چی میکند؟ یعنی که در خانه شوهرش عده میگیرد یا هر جایی که خواهد؟ من جواب امام صادق میگه که بل حيث شاءت، کجا خواهد عده شند؟ اینکه خانه پدرش، خانه برادرش. دلیل امام صادق چی است برای این چیز؟ برای اینکه زنی یعنی که معتاد که شما میگن که لما توفى عمر اتى ام كلثوم فانطلق بها. میگه ان علی علیه السلام لما توفى عمر، یعنی که وقتی که عمر وفات کرد علی اومد از خونش ام کلثوم گرفت خونه خودش بود. اونجا اومدن اینا این کار کنن که ازدواج نشه، که این درباره معتاد وقتی سوال شد امام صادق چی میگن؟ دلیلش هم چی است؟ یعنی که خواهرش، این که عمش که است ام کلثوم است. یعنی این قصه رو آوردن برای اینکه اثبات کنن که چی علی با دخترش ام کلثوم رو به عمر بن الخطاب داد. یعنی این کار کرده نمیشه دیگه. اون چین به همین قصه بین در چیز کتاب مرآت العقول که این روایت کافیه صحیح و ضعیفش بیان میکنه، میگه که این روایت موثق است. موثق یعنی که در نزد اونها قبول است. در کتاب طلاق همین چیز آورده است. خب باز میبینیم که در کتاب الاستبصار که یکی از کتاب‌های مثلا من 4 گونه بزرگ اونها حساب میشود، درباره باب المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها ان تبيت عن منزلها ام لا، یعنی که اون زنی که شوهرش وفات کرد در باز منزل خودش چی کند؟ عده شند یا اینکه در خانه پدرش رود چیکار کند؟ و میگه که با هم روایت از ابو عبدالله آورده است که میگه که ان علی علیه السلام لما مات عمر اتى ام کلثوم، وقتی عمر مرد علی نزد ام کلثوم رفت، ام کلثوم گرفت و خانه خودش بود. یعنی این دلیل برام میکنه که زن میتونه که در خانه چی پدرش عده شنه، شرط نه که خونه اون شوهرش شند مثلا. یعنی این یک وجه دیگری اثبات چی ازدواج عمر و ام کلثوم، یعنی که اونها در کتاب فقهشون فقط همین قصه رو مثلا دلیل بیارن برای خاطر چی کردن. یا در کتاب الحدائق الناظره این چیز همین چیزا که ابو عبدالله وقتی پرسیدن گفت که ان علی لما توفی چه خیلی از گفته اون چیز. این یک چند روایت آورده است. این چنین در کتاب جامع المدارک، خب در جامع المدارک هم چیز اومده است. غیر از این برادر با یه وجه دیگر از ما چند وجه بیان کردیم، یک چند وجه گفتم. مثلا اجازه درباره عدهش صحبت کردیم، من درباره اون که اومده از ابن عمر دفاع کردنش مثلا اثبات کردنش این چه گفتیم. مثلا خب درباره مهرش صحبت کردیم که مهرش فلان قدر بود. خب اینجا درباره میراث شون است برادر. میگه که در کتاب وسائل الشیعه میگه که ماتت ام کلثوم بنت علی علیه السلام و ابنها زید ابن عمر ابن الخطاب في ساعة واحدة. یعنی کتاب وسائل الشیعه میگه که ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب، دختر فاطمه و پسر او زید ابن عمر ابن الخطاب در یک ساعت مردن، هر یک جای مردن. لا یدرا ایهما هلك قبله، فهمیده نشد که کدامش از کدامش پیشتر وفات کرده است. چی شد بعد؟ فلم یورث احدهما الاخر، یعنی که نه اینش میراث داده شد نه اینش از اینش میراث. این علم میراث چون که نازکی هست باید که اول فهمیم که کی وفات کرد بعد میراث تقسیم. بعد گفت که وصلى عليهم وصلي عليهم جميعا، هر دوش یک جای نماز خونده شد. گفتم که ابن عمر اومد حسن و حسین در جنازه خوندن. خب اینجا ببینید درباره میراث قبض شده است، لیکن هم با وجود که علم میراث برای فهمیدن است یک بار اومد شوکر اثبات کرد که ام کلثوم دختر علی چی است؟ زنی عمر ابن الخطاب است که پسر به نام زید ابن عمر ابن الخطاب داشت. اونو میتونن که نه ازدواج نبود، لیکن این روایت چیکار میکنه؟ این روایت کمک کننده برای اون ازدواج اثبات کننده است.
هم مسئله ایده‌ای که گفتیم، هم مسئله این میراث. یا در کتاب تهذیب الاحکام اومده است که میگه که ماتت کلثوم بنت علی و ابنها زید ابن عمر ابن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل. یعنی هر دوش در یک ساعت مردن، نمیدونن کدومش پیش مرده است، چون که میراث تقسیم کنه. خب اینم در کتاب استبصاری کی است، توصیه است برادر. ببینید اون روایتی که در اونجا هدیه قیصر روم بود به کلثوم، چیزی که در بالا خونده ما گفتیم که وقتی هدیه اومد دختر علی گفت که از من است، عمر گفت که نه از مسلمان‌ها است. بعد حضرت علی قاضی قرار دادن، حاکم، حضرت داور، حضرت اومدن گفتن که اون به مقدار هدیه داده که میگیری از این جواهرات، باقی موندهش به چه خزینه دولت میره. یعنی اینم از طرف دیگر دولت برچی میکنن بر واقع شدن همین ازدواج. یعنی این واقعه ها کمک میکنن برای ما چی، برای همین ازدواج ثابت ساختن. این از کتابای ما نیست، ما فقط از کتابای قوم قبول هستیم. اینجا در ما جای شک و شبهه وجود نداره که این ازدواج واقع شده است. لیکن بعضی روایت‌ها مثلا شاید کنن که یکی اومد دعوا میکنه که در صحیح بخاری این ازدواج ناآمده است. یعنی شرط است که ها علی عمر یعنی که با دختر علی این ازدواج کردن. بعضی روایت‌ها هستن که چی از وجه از وجوه الله بر این چیز میکنه. مثلا همین روایت است که امام بخاری و ثعلبه ابن ابی مالک میگه که عمر ابن الخطاب بین زنها یک پرچه‌ای تقسیم کرد، یعنی لباس واری تقسیم کرد میگه. بعد میگه یک پرچه خیلی زیباش میگه یعنی که تقسیم نشده. فقال له بعض من عنده، یعنی که این روایت بخاری است. بعد آدمایی که اونجا اشته بودن بعضی گفتن که یا امیر المؤمنین اعطی هذا بنت رسول الله، ای عمر اینو برای دختر پیغمبر ته، التي عندك، اونی که نزد تو است. و یریدون کلثوم بنت علی، یعنی اونها به این گفتن که دختر پیغمبر که در نظر داشتن کلثوم دختر علی را. این در بخاری است. یعنی میگه که فقال عمر سلیت احق به سلیت، گفتن از این از دختری که علی دیگه سزاوارتر است. چی گفتم؟ سلیت من نساء الانصار ممن بایع رسول الله، بین عدالت عمر. مثلا زنی خودش از دیگران بالا نمیدونست، گرچه که زنی صاحب نسب و صاحب حسب از کلثوم یعنی دختر علی ابن ابی طالب دختر فاطمه است. گفتن که سلیت با پیغمبر بیعت کرده است. این زنک گفتن برای ما روز جنگ احد برای ما آب میکشون، برای این پارچه به این زنک سزاوارتر است. دیدید روایت از چند طرف به این کار کرده نمیشه. یعنی در حقیقت گفتن که این منظومه بسیار منظومه زیبا از شریعت. هیچ کس نمیتونه از پیش از هوای نفسش چیز نخواهد، نه این چیز نه است گفته نمیتونه. با منظومه عجیب. این روایت جالب است. در نماز بامداد و کلثوم در کتاب احقاق و ملحقات احقاق الحق میگه که وقتی که علی بن ابی طالب نزد دری کوچیک مسجد اومد، میگه عبدالرحمن بن ملجم اومد علی رو زد. یعنی حضرت علی بن ابی طالب در نماز کشته نشدن. یعنی وقتی که در مسجد وارد میشدن در دروی مسجد کشته شدن. خدا رحمت کنه و راضی باشد و علیه السلام. بعد میگه که فخرجت کلثوم بنت علی فجعلت تقول، یعنی ببین بسیار جالب است. میگه که کلثوم برآمد و داد و فریاد زد که مالی ولی صلات الغداء، این نماز بامداد به من چی میخواهد کند؟ یعنی نماز بامداد چی در دارد با من؟ معناش چی است؟ میگه که پدرم هم نماز بامداد کشته شد، شوهرم عمرم نماز بامداد کشته شد. در کتاب قوم مثلا میگه که در کتاب ملحقات احقاق الحق، یعنی این روایت هیچ کس نمیتونه انکار کنه. کلثوم انکار کردن. این به این روایت چیکار میکنه؟ مثلا به روایت عده چیکار میکنه؟ به روایت میراث چیکار میکنه؟ به روایت صداقت چیکار میکنه؟ مهرش چیکار میکنه؟ مثلا به روایت شفاعت کردنش مثل ابن عمر چیکار میکنه؟ ببین در روایت اومده است که در کتاب تاریخ ذهبی، تاریخ اسلام ذهبی میگه که زید ابن عمر ابن الخطاب خب القرشی العدوی، قرشی عدوی یعنی قبیله عمر است. و امه کلثوم بنت فاطمه الزهراء، مادرش کلثوم دختری فاطمه زهرا است. میگه جوان مرد، از او فرزند نمونده است. بعد چی میگه؟ میگه که قال ابو عمرو بن العلا عن رجل من الانصار، ابو عمرو بن علا مرد از انصارا روایت کرده، گفت که ما همراه زید ابن عمر ابن خطاب نزد معاویه رفتیم. میگه فاجلسه على السرير وهو يومئذ من اجمل الرجال، میگه خیلی جوان زیبا بوده، جوانی که زیبایی فوق العاده داشته. میگه راوی حدیث، میگه یعنی راوی قصه. بعد میگه معاویه نزد خودش شیران، میگه میدونه که این بچه عمر است.
این طرف بچه علی هست. فاسمعه بسر ابن ابی ارطع کلمتا، همین آدم بی آدم بی اخلاق به نام بسر ابن ابی ارطع یا سخنی بیزه شنوان میگه، یعنی که در حقی کی گفت زید ابن عمر ابن الخطاب میگه فنزل الیه زید فخنقه حتی صرعه، میگه زید قهرش گرفت، یعنی که ظاهرا از باباش عمر چیکاره است، میگه تیز بود آدم فرمان، میگه گرفت از اون به اصطلاح گردنشو پلچقش گفت استراحت شنیو، میگه زمین زد بولوش بششت، میگه و برک علی صدره، بول سینه ششت. و قال لمعاویه اینی لأعلم ان هذا عن رأیک، من بدونم که این فکره تو به این دادگی هستی. به معاویه و گفت که و انا ابن الخلیفتین، من پسر دو خلیفه هم، عمر و علی، یعنی خودی زاید فخر میکنه من بچه دو خلیفه هم، من بچه عمرم، بچه علی هم، خلیفه عمر و خلیفه علی، امیر المؤمنین عمر و امیر المؤمنین علی، من بچه همونا هستم. ثم خرج الینا زید وقد تشعث رأسه و عمامته، میگه برومد، میگه دیگه موسروش میگه عموماش یعنی سالش میگه چی بود، موسروش غش شده بود، سالش هم دیگه خاک آلوده شد. میگه ثم اعتذر الیه معاویه، بعد معاویه از او عذر پرسید، میگه و امر له ب100,000 100,000 میگه دینار براش چی داد، هدیه داد برای همین واقعی شده. ببینید چی میگه، میگه ما 24 نفر بدیم، میگه همین آدم روایت کردی که انصاری کی پسری همون عمر زید برای هر یک تیمو 4,000 داد، میگه 4,000 دینار دیگه باقی موندهش برای خودش. روایت که در بخاری اومد گفتیم برادرم، مثلا در سنن نسائی هم یک چیزی عجیب است، باب و اجتماع جنائز الرجال و النساء، اگر جنازه زن و مرد جمع شود چیکار میکنه؟ اینجا گفته است که اینا برای خاطر چیه، یعنی که امام نزدش ایستادن. این روایت در بالا بود من نخوندم، من از اینجا میخونم. میگه که اوضع جنازه کلثوم بنت علی امرأة عمر، گذاشته شد جنازه کلثوم دختر علی که زن عمر بود، و ابن لها یقال لها زید وضع جمیعا والامام یومئذ فلان، یعنی که گذاشته شد میگه جنازه هرش پیش قفا موندن و هم پیش امام و امام موند نمازش خوند و فنداس ابن عمر و ابو هریره. اینجا گفته است که جنازه کی خوند؟ سعید بن العاص. یا این در کتاب حدیثی کشف المشکل من الصحیحین میگه که و کلثوم بنت علی و انما اضافوها الى رسول الله لانها من فاطمه، یعنی که اون روایت حضرت عمر آوردیم که گفتن که به دختر پیغمبر تا این پارچه مونده، برای اون اضافه میگه به پیغمبر کردن که به دختر فاطمه بود، برای اینکه دختر فاطمه میگه مثلا امام حسن امام حسین میگن که این پسرای پیغمبر میگن. خب در کتاب فتح الباری هم مثلا امام ابن حجر رحمت الله تعالی علیه هم میگن که فقال له بعض من عنده حدیث بخاری، یعنی که لم اقف على اسمه، یعنی که آدمایی که همین که گفتن که اینه به زنته دختر پیغمبر ته، خب یریدون کلثوم، ابن حجر هم اثبات کرده که كان عمر قد تزوج کلثوم بنت علی و امها فاطمه رضی الله تعالی عنها. خب این چیز یکون جای اشکال نداره. خب این برادر دیدم از چند طرف به چند وجه ها اثبات شد که عمر بن الخطاب داماد علی بن ابی طالب بود، داماد فاطمه زهرا بود رضی الله تعالی عنها، و دختر از اون پسردارشون به نام زید و دختر به نام رقیه شد. یعنی نه تنها ازدواج بلکه اونو فرزندان داشتن، برای علی بن ابی طالب نوسه هم آوردن، یعنی که به نام زید ابن عمر ابن الخطاب. یعنی نمیشه که منظومه تاریخی رو گرفت و شکست و یک چیز انکار کرد و خود یعنی که به کاری و کوری زد، بلکه میشه از دیگر وجه ها اثبات کرد این ازدواج رو. یعنی این نمونه چیزا بسیار است. یعنی بعضی آمدن ما گفتیم که برای فقط خاطر اون که به مادر فاطمه صدیقه کبرا رضی الله تعالی عنها فضیلت اثبات کنن، آمدن ام کلثوم و رقیه و زینب نام دخترای پیامبر انکار کرد. این یک لجاجت است. چگونه تو میایید دخترای پیامبر انکار میکنید در حالی که ده ها حدیث است که اثبات بکنه که اونها چه بودن دخترای پیامبر صلی الله علیه و سلم. فقط برای فضیلت سازی برای فاطمه اومده اونها رو انکار کردن، برای انصاف نیست. خب به همین دیگر اکتفا میکنیم دوستان. خداوند نگهبان باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.